سلام دوست من، به کانال خودت، کانال امیدینو خوش اومدی. میدونم که این روزا خیلی درگیر نگرانی‌های اقتصادی هستی، مخصوصا با بالا پایین شدن دلار که زندگی هممون، خرید روزانمون و همچنین امرار و معاشمون رو تحت شعاع خودش قرار میده. این احساسی که شما دارین کاملا واقعی و قابل درکه. خیلی‌ها تو همین شرایط این استرس رو دارن تجربه میکنن و همین الان زندگیشون تحت شعاع این شرایط قرار گرفته. اما قبل از اینکه بریم سراغ تحلیل دلار، لازمه که یه تکنیک روانشناسی برای آرامسازی خودمون انجام بدیم و یه نفس عمیقی بکشیم. توجه کردین کریستیانو رونالدو هر موقع پشت ضربه ایستگاهی قرار میگیره چند تا نفس عمیق میکشه. واقعا این موضوع تو بحث فیزیولوژیکی اثبات شده. اینو در نظر داشته باش که ما نمیتونیم بازارها رو کنترل بکنیم، ولی احساسات، روان و عواطف خودمون رو میتونیم کنترلش بکنیم. خب من که الان دارم صحبت میکنم، ولی تویی که این ویدیو رو داری میبینی همین الان حتما 3 تا نفس عمیق بکش، ذهنت رو آروم کن. میخوام از نگاه روانشناسی اوضاع دلار رو بگم و اینکه بدونیم چطوری تو این شرایط خودمون رو مدیریت کنیم، اموالمون رو و داراییمون رو مدیریت کنیم و چه رفتاری توی این بازار و کسب و کار داشته باشیم که همیشه تبدیل بشیم به یک آدم متفکر که تو شرایط همیشه به فکر راهکار باشیم، نه اینکه استرس و اضطراب رو بغل کنیم و کاسه چه کنم دستمون بگیریم، چون با این طرز تفکر به هیچ جایی نمیرسیم. در نهایت همینها ایجاد آسیب‌های جسمی برامون میکنه، مثل بیماری‌های سایکوسوماتیک، بیماری‌هایی که منشأ استرس و اضطراب داره. خب موارد روانشناسی رو خدمتت عرض کردم. تنها راهکار اینه که تو این شرایط فقط به خودمون مسلط باشیم. ما که زمانی که صدای انفجار میاد، عروسی بغل خونمون ترقه میزنن، نمیدونم نارنجک میزنن، لرزه به بدنمون میفته، ای وای الان قراره بمیریم. حالا که شرایط اینجوریه، وقتی تلاش میکنیم زنده باشیم، پس زندگی کنیم با هر نوع سختیش. یعنی یه راهکار بیشتر نداریم، زندگی کنیم. خیلیامون مرد خونه هستیم، خیلیامون نانآور خونه هستیم. نگاه خانواده به ماست. وقتی من متزلزل بشم، خانواده از من بدتر متزلزل میشه. شرایطیه که پیش اومده، ولی اینو میخوام بهت بگم آینده روشنه. بریم سراغ داستان دلار. من امید صالحی هستم، روانشناس و اقتصاد و کسب و کار رو از نگاه روانشناسی تحلیل و بررسی میکنن و آدم‌هایی که به من مراجعه میکنن بر حسب شخصیت و تواناییشون راهنماییشون میکنم که تو چه حوزه‌ای و در چه کسب و کاری فعالیت کنن که نتیجه خیلی خوبی بگیرن. خب میدونی خیلی‌ها تو کسب و کارهای اشتباه فعالیت کردن و الان پشیمونم. من خودم یکی از همونهام. من خودم راههای اشتباه زیادی رفتم، تونستم کنترلش کنم و از مسیر برگردم و مسیر درست خودم رو پیدا کنم. کانال منو سابسکرایب کن و حتما به دوستات معرفی کن، چون این کانال یک کانال نجات دهنده است، کانال امیدینو. خب نمیدونم مخاطبایی که اینجا هستن چند درصدشون کسب و کار دارن و چند درصدشون توی بازارهای مالی فعالیت میکنن، ولی اگه جزء اون دسته آدم‌هایی هستی که تو بازارهای مالی، مخصوصا توی بازار بورس ایران داری فعالیت میکنی، بازار بورس ایران قراره به شدت سیاه، تار و تاریک بشه. برگردیم به گذشته، زمانی که تحریم‌های شورای امنیت ملی بر ضرر ایران شروع شد و اون موقع بازار بورس سودهای کلانی داد. خیلیا سودهای کلانی بردن و خیلیا هم شکست خوردن. ولی تو این شرایط قرار نیست اون بازی تکرار بشه. اون بازی بورسی که خیلیا رو ثروتمند کرد تکرار بشه.
با این کاری ندارم که خیلی‌ها شکست خوردن. اونایی که شکست خوردن به خاطر اینه که با تبلیغات وارد بورس شدن، سواد بورس رو نداشتن. علم روانشناسی همینه، میگه وارد هر بازار سرمایه میشی سوادش رو اول یاد بگیر و این بار قرار نیست این اتفاق بیفته. پس اگه توی بازار مالی، توی بازار بورس هستی، حتما حواست به سرمایه خودت باشه. این که به صورت زبونی بگیم که دلار قرار بالا بره و این چنین و آنچنان بشه، اینا فایده نداره. باید ببینیم پس موضوع چیه، بک‌گراند کار چیه، دولت قراره چی کار کنه. اینجا یک موضوع سگانه وجود داره بابت تحلیل دلار و من این سگانه رو بهتون میگم و بر حسب این متوجه میشین که اصلا چه اتفاقی برای دلار میفته. الان تو همین شرایط نزدیک به چکاندن اهرم ماشه، دلار قیمت ذاتیش روی 99,000 تومنه. اینو ما باید بدونیم که دلار دو تا قیمت داره، قیمت ذاتی. شاید خیلیاتون بگین که دلار ذاتی که ما درک نمی‌کنیم، دلار الان 100 و خورده ایه تو بازار. نه، زمانی که بری یک خرید رسمی انجام بدی، اونایی که حالا میخوان برای بلیط‌های سفر خارجشون دلار بگیرن یا شرکت‌هایی که ارز دولتی میگیرن برای خریدهای خارج از کشور، این رو کاملا درک میکنن. دلار یک قیمت ذاتی داره و یک قیمت بازار آزاد. خب دولت ما قرار این موضوع رو چجوری مدیریت کنه؟ دولتی که حال مالیش اصلا خوب نیست. ما در بی‌پول‌ترین دولت ایران قرار داریم. قرار چجوری ارز وارد کنه؟ یا به اصطلاح اقتصاددانا چجوری میخواد ارزآوری کنه که بتونه دلار رو کنترل بکنه؟ من تو پیج اینستاگرام هم گفتم از زمانی که ریاست جمهوری آقای پزشکیان شروع شد، من گفتم که دولت بیپولی داریم. حالا در دولتی داریم زندگی میکنیم که پولهای ما توش در جریانه. خب دولتی که بیپوله باید حقوقها رو بده، بازنشستگی ها رو بده، یه سری کارها رو انجام بده و از طرفی خسارت‌های جنگ 12 روزه رو جبران کنه و خودش رو تجهیز کنه برای جنگ احتمالی بعدی. با این شرایط مالی فکر کن شخصی که شرایط مالی بدی داره، مشکلاتش فقط خرج روزمره است، این وسط یه دکتری هم بخواد بره، یه مریضی هم پیش بیاد، یه لاستیک ماشینی هم بتره کنه، داستان چی میشه؟ خیلی سخت میشه. اینه که تورم ایجاد میشه. حالا این کسری ها از چی باید جبران بشه؟ از تورم. من آدامس وایت رو از زمان 3,000 تومانی میخریدم، تو کمترین زمان رسیده به 70,000 تومان. حالا غیر ضروریه، جز اقلام غیر ضروریه. شما توجه کن تو این 3 سال اخیر قیمت برنج چقدر افزایشی بوده. بله داستان از این قراره. بازار داره با روان تو بازی میکنه، چون اطلاعات نداری، نمیدونی که آقا دلار یه قیمت ذاتی داره، یه قیمت آزاد و توی این آزاد پر از دلال و سوء استفاده گر و فقط افزایش قیمت رو میگن، هر روز بهت استرس تزریق میکنن. حالا روانشناسی به اقتصاد ربطی نداره؟ چرا ربطی نداره؟ کلن داره با روانت بازی میکنه. چرا ربط نداره؟ تورمی که ایجاد شد تو عمق بعد روانی موضوع خودشو نشون داد. زمان جنگ، توی جنگ 12 روزه که من و تو و ایکس و ایگرگ دنبال محافظت از جونمون بودیم، به راحتی یه سری چیزا رفت بالا، ولی اولویت تو قیمت نبود، فقط جونت بود. روانشناسی ربطی نداره؟ بازی روانی ایجاد شد. حالا دلیلش هر کسی بود، خارجی و داخلی. کسری ها باید با چی جبران بشه؟ خسارت هایی که وارد شد با چی باید جبران بشه؟ با تورم. همیشه تو سالهای اخیر قیمت دلار نوسان داشته، خیلی هم نوسان داشته.
ولی ارزش ذاتی دلار ثابت بوده. من نمیدونم چقدر با بازارهای مالی آشنا هستی. ارزش ذاتی دلار تغییر آنچنانی نداشته، نهایتا 1 تا 2%، اونم طی زمانبندی کمی بلندتر میان مدت. ولی الان تو کوتاه‌ترین زمان بین 5 تا 7% قیمت ذاتی دلار افزایش داشته. این یعنی چی؟ با این شرایط دلار تا پایان سال 1404 روی 120 تا 130 هزار تومان. اینا که بهت گفتم به اهرم ماشه، به فعال شدن اهرم ماشه هیچ ربطی نداره، تو شرایط فعلیه. اگه همین الان نتیجه مذاکرات توافق بشه، آمریکا تمام تحریم ها رو برداره، صادرات نفتی ما به اوج خودش برسه، گفتم قیمت ذاتی دلار رو چنده؟ 99 هزار تومان. در خوشبینانه ترین وضعیت تمامی اتفاقات مثبت بیفته، باز هم تا پایان سال قیمت ذاتی دلار روی 90 هزار تومانه، از این پایین تر نمیاد. 4-5 ماه دارم فریاد میزنم که آقا توافق بشه نشه، جنگ بشه نشه، ما 45% به صورت میانگین تورم داریم. این ربطی به اینها نداره، اصلا ربطی به، چرا اگر یه جنگی بشه، یک بمبی شلیک بشه، یک داستانی بشه، میتونه به این 45% اضافه بشه. الان سالمون نصف شده، تقریبا 20 تا 25% از این تورم اعمال شده. داریم میبینیم مردم برنج پیدا نمیکنن، پیدا هم میکنن به 2 برابر قیمت. تا الان 20-25% رو گذروندیم، 20% دیگه مونده. اگر هم اتفاقی بیفته یه 10-15% هم رو همین 45% اضافه کن. داریم این موضوع رو. حالا من اینا رو نمیگم کلاغ بد خبر باشم، میگم این اتفاقا قراره بیفته. فکر نکن قراره معجزه بشه، از همین الان به فکرش باش. کسب و کار داری، فعالیتتو بیشتر کن. سرمایه داری تو بازارهای مالی خوب، تو بازار طلا سرمایه گذاری کن. یادت باشه در آینده در مورد بازار طلا هم یک آپدیت خیلی قشنگی بهت بدم. بازار طلا حداقل ارزش دارایی تو حفظ کن. پس گفتم با این شرایط قیمت ذاتی دلار تا پایان سال 130 هزار تومانه. تا پایان سال با همین شرایط 130 هزار تومانه. اگر انتظارات تورمی رو بهش اضافه کنیم، شما روی 150 تا 160 هزار تومان در نظر بگیر. اتفاق میافته. تنها راه جلوگیری از این موضوع باز شدن صادرات نفتی ماست که بر حسب این شرایط فعلا هیچ امیدی بهش نیست، چون دو طرف دارن تلاش میکنن که توافق بشه. گفتم صحبت‌های آقای پزشکیان و ترامپ کدگذاری شده است. دونه دونه کدهاشون رو برات باز میکنن. چرا پزشکیان اشارش به سرمایه گذاری آمریکا توی ایران بود؟ بهت میگم تو پست‌های بعدی، همه رو بهت توضیح میدم. خب متاسفانه باید بهت بگم تو این سگانه، این بخش اولی که بهت گفتم کاملا تیره و تار و سیاهه، ولی 2 بخش بعدی که بهت بگم قطعاً روزنه هایی توش پیدا میشه. حتما کانال منو دنبال کن، روزنه ها رو بهت معرفی میکنم. داستان بعدی داستان اوضاع منطقه است و داستان کسب و کارها. اگر شرایط کسب و کار و بیزینست به اوضاع منطقه، به اوضاع دولت بستگی داره که اوضاع رو بهت گفتم اینه، تا صادرات نفتی باز نشه اوضاع همینه و شرایط اینجوری پیش میره. آماده کن خودتو، آماده باش، از همین الان تلاشتو بیشتر کن، فکرتو به کار بنداز. اگر شرایط کسب و کار و بیزینست به اوضاع منطقه بستگی داره، حتما پست‌های بعدیمو ببین. اگه کسب و کارت به داستان دلار ربط داره، باز هم اونو بهت میگم. فقط کافی کانال منو دنبال کنی. هر کی رو که دوستش داری، دوست داری بهش یه هدیه‌ای بدی، کانال منو بهش معرفی کن. بریم برای محتوای بعدی.